سلام، من عاطفه‌ام و امروز قراره اولین ویدیو یوتیوب ما دوتا رو ببینید. اسم من راحله است و ما اومدیم امروز با یه چالش جذاب روزمون رو شروع کنیم. چالش ما چجوریه؟ از این قراره که امروز عاطفه فقط باید صورتی باشه و من قراره فقط آبی باشم و باید چجوری پیش بره؟ اینجوریه که فقط میتونه خوراکی‌های صورتی انتخاب کنه و منم میتونم خوراکی‌های آبی استفاده کنم. قراره که با هم دیگه بریم مارکت و خرید انجام بدیم. بریم که داشته باشیم. خب ما اومدیم فروشگاه، فقط میتونن چیزای صورتی بردارن. فقط صورتی. با صبحونه شروع کنیم. بریم یخچال. بریم از یخچال شروع کنیم. به چقدر صورتی داریم. البته عشان که آب خیلی نامردی خدایی تو صورتی. رژیمی. چیه مامان ببینم؟ شیر لایت. شیر لایت کمتر به میهن. صبر کنم ببینم دیگه چه چیزای خوشمزه میتونم بردارم. خامم میتونی برداری. خامم میتونم بردارم. خب شیر ترجیحاً لایت برمیدارم. آره یه دونه ترجیحاً شیر. وای فکر صورتی حساب میشه دیگه. صورتی حساب میشه دیگه. نه دیگه اون زردم داره دیگه. قبول نیستی؟ به سجاش پول نداریم. خیلی آدم کثیفی هستی. من بهت اعتماد کردم میشور. پنیر پنیر خامه میخوام بردارم. پنیر نمیخوام بردارم. پنیر خامه چه همه چی هم صورتیش هست هم آبیش هست. خیلی خوشحالم. الهی شکرت، خیلی خوشحالم. خب دیگه خامه اون خامه کوچیک‌تر بخوای بردار دیگه. تمایی آره. نگه دو سالوان. خب بذار پایین. نه سالوان نگه می‌دارم. ماست بوسیر. ماست بوسیر رو چه کنی؟ نه هنوز آخر هفته نیستیم. اینه که بدی. چی برداشتی؟ خب من یعنی برای صبحونه برداشتم. خامه و شیر برداشتم. آره. آبی و صورتی. تا میتونه از آب صورتی؟ ها؟ آب صورتی؟ ها؟ آب صورتی. آب مگه تو خونه نداریم؟ خب صورتیه. خدایا دیگه صورتیه. بریم خونه بگی نه نمیتونه آب بخوری چون صورتی نیست. کدوم صورتی نه. بنفش هستم بنفش تو رو خدا بنفش. این آخه صورتیه نامستم. خیلی خوشگله. بذار سر جاش. نه این یه دونه چیز داره. یه دونه وسط اینجوری صورت. نه خیلی پیره. اینو عاطفه یه چیزی اون پشت داره. مرسی که اینجا قایمش کرده بودید. چرس بشین زمین خوره بابا. 100% مثلا اومدیم کلی موقع اون صورتی نیست اون قرمزه. 2000 years later. بنا تلاشم خلاص اون قرمزه. این صورتیه. این قرمزه. این ناموسن توت فرنگی. این قرمزه. صورتی به خدا صورتیه. ببین برداشتی آب میوه دیدی؟ این صورتیه. این صورتی قرمزه. صورتی بذار کنم. الان میخوام یه فرصت چتی. سالیوان هم کجا میبرید؟ نبر بچه ها آیا شبیهش هست یا نیست؟ مشکل داری شبیه خوده کاورم داره. کاور این کاور ناموسن. برو گرش برای نهار اینو میتونی برداری برای این دیگه قبوله. این قبوله. خدایی این صورتیه. صورتی هم هست. صورتی بچه ها همش صورتیه. همش صورتی. این دیگه واقعا گپسیسی همش بیشته. خب الان بذار وایسا خیلی خرید می‌کنی. نهار تو برداشتی، صبحونه هم برداشتی. صبحونه و آبم که برداشتم که حالا آبو نمیرم ازش بگی سس بیژن. سس نمیخوریم. نه من میخورم نه تو. سس نمیخوریم. سس ماست. وارد قسمت جذاب ماجرا داریم میشیم. واو وای هیچ کدوم صورتی نیست. بنفش نه بنفش صورتی کامل. واو اینجا میخوای نگاه کن. هیچ
هیچی هیچ کدوم صورتی نیست، نمیتونی برداری. چه تمی انتخاب کردم. ژله. بابا هیچی این صورتی. مزمز. What؟ وای کیک میکه. کیک میک خدای خوشمزه. اینم هست. کو این. او تادام. چقدر چیزی برمیداری؟ من پولشو نمیدم ها. دیگه نداشتیم و قول دادی تو. خدایا. نه اینجا چی میخوای؟ بذار کنار خاکی برسی. بسته دیگه. ببین دوستان، آب داری، آب میوهم داری، تنقلات هم داری، سکونم داری، نهارم داری. کافیه. نمیرم. بریم. بچه‌ها بهمون گیر دادن میگم فیلم نگیرید، نمیذارن ولی برای عاطفه ویدیو داره بگیرم تمام دیگه. تلاشش رو میکنه. بهمون گیر دادن آخه. چه نمیتونیم فروشگاه بگیریم. همین که صورتی بود داویشه. آره؟ نمیذارن فیلم بگیری. آره چرا واقعا؟ بیاد دارم با استرس برمیدارم. آبی برداشتم. ببینم دیگه چون من خوشش. رژیمم خیلی محدود میتونم چیزی بخرم. ببینیم خانم محدود چی هم که پیدا کنی. ببینم خیلی بدی. البته خاکشیر دوست ندارم. خاکشیره؟ شکر داره. صبونه بریم بازار کره نمیخوری؟ کره. الان آبیه؟ قبوله؟ نه سبز داره. آبیه سبز بابا. داره. سبز داره. بچه‌ها این الان چه رنگی؟ آبی برات پیدا این الان چه رنگی؟ چه خوبم. اینا رو بردارم؟ نه اصلا نمیتونی. چه برمیدارم دیگه به هر حال. چی برداشتی؟ چه؟ صورتی آبیه. این قبوله یا قبول نیست؟ اینجا هست. ماست. صبحونه چی بخورم من؟ ماست بخور. این قبول حالا یا نه؟ این قبول خدایی دیگه. قبوله دیگه حالا چون توی دیگه حالا قبول. حالا اگه من میدونم پنیر. حالا به اون حجمم نه ولی خب حالا پول نداریم. شاهدت نمیذاره من چیزی بردارم یا نه؟ نیست. این قبوله؟ آره دیگه حالا این گاه نداری. بذارم نیست ولی خب میقبولونیم. چه استرس میگیری؟ فیلم استرس هم خیلی. چون بهمون گفت فیلم نگیرید و میگیریم بازم. چیه؟ ببینم. همون که اونجا بود. بردارم یا بر ندارم؟ اگه میخوری بعد من نمیخورم رژیمم. بر ندار. بیا. سلیوان. بدون الکل. بردارم؟ من آبمو برداشتم، خاممو برداشتم، چیدمم برداشتم. حتما. چیپس. دیگه آخر هفته آبی. بلو تکرار کن. بلو. دیگه آخر هفته. سلام. من چرا چیزی کم دارم. خب دوستان ما رفتیم خریدامونو کردیم اومدیم بعد نذاشتن که خرید کنیم گفتن فیلم نگیرید. ولی با این حال ما فیلم گرفتیم. خب اول تو خریداتو نشون میدی یا اول من؟ تو من از اونجایی که رژیم بودم نمیتونستم همه چیزی بخرم. اینجا آب رو مشاهده میکنید. آب رو مشاهده میکنید. حسوده دیگه حالا کارش نمیشه کرد. من اول برداشتم بیبی. آب برداشتیم. ما آدمای خیلی سالمی هستیم و حتما باید روزی 4 لیتر آب میخورن. نه دیگه ناموسن. روزی 4 لیتر آب باید بخوریم. ما آدمای ورزشکاری هستیم. آب توی خریدمون بود. نه من با اینجا با میکنم. نوشیدنیت کو؟ اینجا خامه داریم. خامه داره. خامه خریدم. تو هم میخوای نشون بده خامه تو؟ خامه اینجا نشون نیم پیداست. خامه پیدا. خامه خریدیم. خامه. شیر.
چون آدمای خیلی سالمی هستیم حتما باید صبحمون رو با شیر شروع کنیم. به قسمت زیبا. فرق منو اینو میبینید تو رو خدا؟ من نودل میخورم. نشون بده. نه میان وعدتو نشون بده دیگه. چی؟ Here I come. Here I come. کیک میک. کیک میک خیلی خوشمزه است. خوردی؟ آره. نه این برنده رو. این کیک میک خیلی خوشمزه است. من چیپس گرفتم. اینا یادتونه؟ همین من خیلی مظلوم واقع شدم. من خدایی حس میکنم. من اینا کاکائو. این از اینا دیگه. چقدر خوشگله رنگ صورت. خدایی بگیم مال کی خفن تر. خدایی. البته بدون الکل. تخمه گرفتم چون قراره یه روز کامل رو سپری کنیم و من قراره با فیلمم تخمه بخورم و ایشون هیچی نداره بشم نمیده. ببینید چی براش خریدم. این چیه؟ به همه رو که خوردیم ظرف رو با این میشوریم. چون آبیه من بازم. خب چرا اسفاج صورتی بر نداشتی؟ خب دیگه حواست نبود اینو برات خریدم. من که ظرف نمیشورم. نمک لازم داشتم تو خونه تموم شده بود. نمکم تموم شده بود. نمک خریدم. حالا از این فرصت سوء استفاده کردم. گفتم حالا عاطفه که داره هزینه میکنه به هر حال گفتم یه 4 تا وسیله خونم بخرم به کارم بیاد. و کره بادوم زمینی کثیفی هستی. این از خریدای ما. حالا قراره که یه وعده صبحونه ناهار میان وعده تا جایی که بدنمون بکشه و بتونیم تحمل کنیم با هم دیگه باشیم. مرسی. گشنمه. میتونی صبحونت رو بخوره ازدم. نون صورتی باید پیدا میکردی مشکل خودت. کیک بخورم. کی به سمی فوق العاده عالی. الان بهتون میگم مزهش چی میشه کل. عالی. محشره. صبحونه چجوری ازدم؟ صبحانه من خیلی بچه‌ها روز صورتی سر کردن خیلی سخته واقعا. ولی اونجایی که من عاشق رنگ صورتیم آقایی هم ندارم بدم اینا رو واکنم. هستیم را به آتش کشیدی سوختم من. عالیه. دهنت سرویس. من رژیمم. عاشقان. عاشقان. بچه‌ها خامه رو بریزیم روی این. بریم تکمیل. جون مادرت اینو نخور. اینو بخور. کریم بخوری. الکی. خوشمزه است. به خدا خوشمزه است. ول نمی‌کنی اینو نه؟ ولش کن. لیوان صورتی دارم. اون لیوان مال منه ها. داری استفاده می‌کنی در جریانی که نمیگفتیم. بریز کم ریختی. خوبه؟ راضی؟ روز صورتیت تا الان چجوری بوده؟ بسته دیگه بیا من میخوام صبحونه بخورم. بذار تموم شه لعنتی. خیلی خوردی دیگه خدافظ. خب دوستان رسیدیم به بخش جذاب صبحونه من شیر میخورم. شیر بخور. این چی میگه این وسطه؟ دنبالش میگم. ترجیح میدم روزمو با یک شیر جذاب پرچرب شروع کنم. خیلی خوشمزه است. من باید خاممو با چی بخورم؟ با من. دیدی چه کسچری گفت؟ کالریش چقدره این؟ ترکیب کن ترکیبات خامی. ترکیب میتونم باشن یا ابوالفضل. ترجیح میدم که اینجا از آپشن کره بادوم زمینی استفاده کنم. خیلی با کلاسیم. صبحها کره بادوم زمینی میخوریم. میشه بری؟ آره. برگردم دوباره. رایس کیک دارم. ستاشو در نیاری. خدایی باید کلیشم دیگه گشنمه. کیک داشتی من کیک نداشتی من کیک بخرم. هی گفت پول ندارم هیچی پول نمیدم. من نداشت من خرید کنم برای خودش چیزای خوشمزه خریده. ژامبون خریده. من عزیزم چقدر زیر میزنی. که آبی هم داشت. طعم آبیشو دوستان این آبیه. آبیه. آبم دارم تازه. نسیه نمیشم الان. فیلم پلی میکنم بعدش.
عاشق رقصیدنم. نمیذاره من غذا بخورم، نمیذاره من خرید کنم، نمیخوام، من رژیمم. خامه باید خریدی هزینه کرد. خب ما گشتمون شد، ترجیح دادیم بریم به بخش ناهار با من. چی داریم غذا؟ نودل. مزه کباب میده یعنی الان برای من واقعا. و بفرما اینجا شما. ول نمیکنه این سالیوانه رو. نه فهمیدین سالیوان داره یا نه؟ یا بیشتر تو حلقتون کنه؟ الان ژامبون پیدا نیست اون دست گرفت برامو. نه بچه‌ها خدایی همچین کار مسخره رو نمیخواد امتحان کنید، خیلی روز چرتیه. و نکته جذاب ماجرا قراره که با هم دیگه فیلم ببینیم. حالا چه فیلمی؟ صورتی. حالا بقیه‌اشو بعداً اسپویل می‌کنیم. ما بریم غذا بخوریم بیایم، یه ذره اعصاب ندارم گوشتم ها. آره خود. خب ما ناهارمون رو خوردیم، تصمیم گرفتیم که خوراکیامون رو با یه فیلم مخصوص صورتی آبی ببینیم. بله. چه فیلمی؟ چه فیلمی باشه؟ باربی. خوراکی من که یه حکمرک بستنی یخی. عوضش من تخمه دارم. خب چیپس دارم. چیپس نمیتونی بخوری ولی. بروک دارم. و کاکائو. از این ویفرها چون خیلی فاصله روزه واقعا پر هیجان و قشنگی بود، واقعا خیلی خوش گذشت، اصلا گوشه نموندیم، اصلا پشیمون نیستیم، از تو نگاهامون کاملا مشخصه. گفتم دیگه تن خوبه چون چیپس خوردی. چیپس خورد. نباید اینا برو. اوه تمش خوش گذشت. دوستم. تو خدا. ما فیلم ببینیم. برای اون با یه فیلم باربی بله صورت آبی تموم کنیم. چه کاری دوستی؟ چه کاریه؟ چه چالشی بود؟ چالش مسخره ام. واقعا. صورتیه. این صورتی نیست. صورتیه. صورتیه. صورتی قرمز. نه. صورتیه. صورتی حساب نمیشه. صورتی من خدای خوشم میاد مالات کنم. بس یخی خورد. ما بریم فیلم ببینیم فعلا. همین چه خوبه بیب. تموم شد فیلمه. اشکال نداره. بهتر که تموم شد. اشکال نداره. سورپرایز دارم برات عزیزم. چی داری با؟ سورپرایز دارم برات. چی؟ بیا عشقم. بیا عزیزم اینو بگیر. ظرفا هست. یه عالم از صبح تا حالا. واقعا؟ واقعا؟ یعنی واقعا خوراکی نخریدی؟ نه. اسکاچ عزیزم یه عالم ظرف داریم. از صبح تا حالا چالشی چیزا هم داره. خیلی نامردی خدایی. بابای میکنی سالیوانشو میفرستادم. ریکامونم آبیه. بله همه چیز برای تو. بچه‌ها امیدوارم که خداوند همچین دوستایی رو نصیبتون نکنه. نمیدونم کی این چالش‌های مسخره و داغونی و مرد کرد. حالا شما برای که ما خستگیمون در به حال هزینه کردیم در پیشونم به حال لطف کنید لایک کنید سابسکرایب کنید. خدا خیرتون بده.